عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام على آبائك الطاهرين المعصومين وعلى ابنائك المنتجبین. انشاءالله که خدای متعال به حق این شبهای عزیز و به حق این مکان عزیز کربلای معلا توفیق عشق به خودش، عشق به اولیاءش، عشق به امیر المؤمنین علیه السلام به همه ما عنایت بفرماید. مریضان شیعه، مریضان صعب العلاج، مریضان اطفال شفای عاجل عنایت بگرداند. اموات جمع حاضر، پدر و مادر جمع حاضر، پدر من حقیق در گذشتگان از این جمع قریب رحمت واسعه خودش بگرداند. صلواتی خیلی جلی ختم بفرماید. سروران معزز، در این عالم هر چیزی اگر بخواد گرانبها